وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني. یعنی در اثبات اینکه الله متعال مالک مطلقه، قادر مطلقه، قدرت از آن اوست، قدرت مطلق و تدبیر امور عالم به دست الله متعاله و فقط الله متعاله که عالم رو میچرخونه و همین قدرت رو به دست اوست. در این باب ما در آیات کلام الله مجید بحثی نمیبینیم. یعنی این جزء اولویات و جزء مسلمات بوده نزد اون کسایی که حتی ما اونها رو مشرک میدونیم. عکس این رو میبینیم که اونها باور داشتن. الان مثلا در سوره مبارکه یونس بله. در آیه 31 الله متعال چی میفهمد؟ خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم میفهمد قل ای پیامبر من بگو و بپرس از مخاطبینت. مخاطبین رسول الله کیه؟ ابو جهل، ابو لهب، امیه بن خلف، ربیعه و بقیه کسانی که باش درگیر بودن. اینهایی که الان ابو جهلی که فرعون اومد، ابو لهبی که سوره در باش نازل شد تبت یدا ابی لهب و تب. الان این ابو جهل در دید من شما چیه؟ یک انسان ما فکر میکنیم خیلی فکر میکنن که ابو جهل و ابو لهب سنگ پرست بودن. یعنی یک سنگی رو میتراشیدن و این رو میرفتن و میپرستیدن. در حالی که چرا اصلا ابو جهل لقب گرفت؟ قبل از ابو جهل اسمش چی بود؟ ابوالحکم، لقبش ابوالحکم بود. بله. چرا بهش میگفتن ابوالحکم؟ چون بسیار دانا و خیلی زیرک بود. بله. خیلی زیرک بود و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کرد که یا الله اللهم اعز الاسلام باحدى الامرین. بله. به احد الامرین. یا الله عزت بده اسلام رو با ایمان یکی از این دو تا عمر ابن خطاب یا عمرو ابن هشام که ابو جهل هست. چون عمرو هم مثل عمر نوشته میشه با یک واو اضافی. رسول الله فرموده که از این دو تا عمر رو مسلمون کن که اسلام رو عزت بدن. یعنی ابو جهل رو که لقبش ابوالحکم بود رسول الله در درجه‌ای از فهم و درک و شعور میدید و ذکاوت که دعا کرد که اگر این با این به هر حال جایگاه و مقام در همشن عمر میدید رو قبل از اسلام اینا دو تا رو با هم ذکر کرد که یکی از اینا اگر مسلمان بشه خیلی پیشرفت میکنه اسلام، خیلی عزت میده به اسلام که نصیب سیدنا عمر شد. این رو به این خاطر من تاکید میکنم که این آدم ابو جهل رسول الله فرمود اینو نگید ابوالحکم، بگید نادان، چون این الله رو اونی که باید بشناسه نشناخته. و ما قدر الله حق قدره. نه بحث در اینه که این در ایمانش نسبت به الله تعالی به اون عقل و شعور نرسیده. خیلی از ماها متاسفانه در جامعه اسلامی ما حتی من به صراحت میتونم بگم و یک درده، خیلی از ما ایمانشون یک ایمان ابو جهلیه و بلکه بدتر از ابو جهله. البته اینجا خیلی بحث جالب بود که استاد سلیمانی عزیز گفتن. مشرکین قریش که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 23 سال با آنها درگیر بودند و بیش از 27 غزوه با آنها در جنگ بودند، در نبرد بودند، چقدری از آنها را کشتند و چقدر از یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن غزوات به شهادت رسیدند. مسلمان ها در این راه تکالیف و مشقت های فراوان را متحمل شدند. اما گفتن آنها در باب ایمان یا شناخت افعال الله متعال یا باور به افعال الله متعال مشکلی نداشتن. او را توحید ربوبیت بنامیم یا افعال خاصه الله متعال بنامیم. گفتن ایمان ابو جهل را اگر ما با ایمان بسیاری از مسلمان های مدعی که ادعای ایمان و اسلام دارن اگر مقایسه بکنیم در توحید ربوبیت قبل از توحید الوهیت اینها میلنگن، نسبت به ابو جهل بیشتر میلنگن. حالا میریم طرف استاد سلیمانی عزیز تا بر ما معرفی بکنن یا مقایسه‌ای که میان ایمان ابو جهل یا شناخت ابو جهل از الله متعال و افعال الله متعال با شناخت تعداد زیادی از مسلمانان منسوبی یا مدعی اسلام امروزی که ما میبینیم اینها هم ادعای اسلام دارن و ابو جهل و ابو لهب را تا از صبح تا شام ما تبت یدا ابی لهب میخوانیم. اما این طرف در چه حالت قرار دارن؟ آیا اینها هم مثل ابو جهل هستند یا اینکه ابو جهل از اینها
شاید بهتر بوده در این باب، در باب توحید ربوبیت یا در باب شناخت افعال الله متعال، شما داشتین آیت را از سوره یونس اگر فراموش نکرده باشم تلاوت میکردید. همونجوری که شما فرمودید موضوع بحث ایمان به الله متعال، چون اصل دین یعنی ایمان دقیقا و رکن اصلی ایمان به الله تعالی است. و اگر خدایی نکرده ما در ایمان به الله تعالی لنگیدیم و لغزیدیم و به بیراه رفتیم، یعنی تمام تلاش ما بیهوده میشه دیگه. یعنی ما دیگه از دین خودمون نباید هیچ امیدی داشته باشیم و از این تلاش هایمون و نماز ما و روزه ما و زکات ما و تمام عبادت چیزی به ما درد نمیخوره. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله تعالی فرمود که دیمیان روز قیامت عمل هم دارن خیلی زیاد، همه اینا رو مثل گرد و غبار که خاک وقتی باد میاد گرد و غبار بلند میشه میرن، همینجوری میکنه. یا فرمود در سوره آیه کهف سوره 103 آیه در سوره مبارکه کهف آیه 103 که آیا شما رو من الله تعالی فرمود بگو پیامبر من آن شما رو به زیان بارترین کارها من دلالت نکنم؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، در زندگی دنیا سعی بیهوده بردن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، در حالی که فکر میکنن کار خوب میکنن. ما الان مسئله اینه که ما وقتی که الان ابو جهل همین مشرکین مکه چرا به مکه اینا به کعبه احترام داشتن؟ مگر اینا به کعبه احترام نداشتن؟ مگر کعبه برای ابو جهل محترم نبود؟ مگر برای قریش محترم نبود؟ مگر اینها دور کعبه مگر مراسم حج نداشتن؟ مگر اینها اینجا و کسی که در حریم کعبه می اومد در خود مسجد حرام فعلی و اون محدوده‌ای که دور کعبه بود اون رو در امان نمی‌دانستن؟ مگر اونها اشهر الحرام رو محترم نمی‌شمردن؟ اینها نشانه چی داشت؟ اینا نشان از یک باور تحریف شده داشت. اینا نشان از این داشت که اینا یک چیزایی قبول دارن. الله تعالی برای ما معرفی میکنه اینها رو. ما الان باید بسنجیم که خدای نکرده نکنه من مثل اون باشم و من گمان میکنم که دارم الله متعال عبادت میکنم، در حالی که این عبادت من نیست و بلکه من عبادت نمیکنم و با شرک دارم به الله متعال شریک قرار دارم کسانی رو. در بعد پوزش در سوره مبارکه یونس آیه 31 خطاب رسول صلی الله علیه و سلم الله متعال میفرماید برای اینکه این وجدان هایی رو که به هر حال یک کمی دور شدن در باب توحید و معنای حقیقی ایمان به الله متعال بیدار بکنه در اون چیزهایی که باور دارن. ما غالبا وقتی میخوایم یک چیزی رو یک کسی رو متوجه بکنیم چی بهش میگیم؟ بابا تو مگر اینطور نیستی، مگر اینطور نیستی، تو فلانی هستی، بچه فلانی هستی، تو اینجور آدمی هستی، تو اون چیزایی که خودش قبول داره بهش میگیم تا از این کانال ما او رو به حالت اصلی برگردونیم، تا چون خودش قبول داره ما تذکر میدیم چیزهایی رو که خودش قبول داره و پذیرفته تا اون چیزی که پذیرفته و قبول داره سببی بشه برای بیدار شدنش از اون خوابی که در اون غرق است. وگرنه ما چیزی که باور نداره نمیتونیم بهش بگیم. وقتی باور نداشته باشه بگیم مگر تو اینطور نیست، مگر اینطور نه نیست، میگه نیست. اما وقتی که چیزی که باور داره اون موقع میشینه فکر میکنه، راست میگه. یعنی ما مشترکاتی که میونیم ما و او هست اینا مطرح میکنیم تا نزدیک شود. الان الله متعال خطاب به مشرکین مکه به زبان رسول صلی الله علیه و سلم میفرماد که اینجوری بگو پیامبر من به ابو جهل ابو لهب من یرزقکم من السماء والارض، کی که از آسمان و زمین شما رو رزق میده؟ این سواله. رسول الله سوال میکنه از ابو جهل و ابو لهب و مشرکین مکه، خطاب به اونها کنار کعبه. رزق شما را کیه که به شما رزق میده از آسمان و زمین؟ من یرزقکم من السماء والارض. رزق از آسمان و زمین یعنی چی؟ بارون کی به شما میده؟ این گندم کی میاره بیرون؟ این جو رو کی میاره بیرون؟ این برکت در روزی رو کی برای شما میاره؟ این آبو کی برای شما میفرسته؟ این غذا رو کی برای شما میفرسته؟ این معناش اینه دیگه، یرزقکم من السماء والارض. اما یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت. اما یملک السمع والابصار، کیه که مالک شنوایی و بینایی است؟ این چشم و گوش اگر این کور شد کیه که بینا میکنه؟ این گوش اگر کر شد کیه که این رو شفا میده؟ مالک گوش و بینایی یعنی شنوایی و بینایی یعنی همین. دقیقاً. کیه که این سوال خطاب به کیه؟ اون کسانی که اونها رو مشرک ابو جهل ابو لهب. کیه که مالک چشم و گوشه؟ مهمترین عضو بدن ذکر میشه. دقیقاً. یعنی کلش دیگه. وقتی چشم اصلا ما تصویری که از چشم داریم چی است؟ چشم رو ما گذاشتیم سلطان اعضای بدن. چشم مهمترین و یکی از مهمترین هاست برای چشم. برای هر کسی از همه چیز عزیزتره. قلب کار نکنه انسان میمیره خلاص. اون مشکلی نداره، اونقدر که انسان چشم نداشته باشه مشکل پیدا میکنه. قلب کار نکنه میمیره دیگه خلاص، راحت میشه میره. اما اگه چشم کار نکنه زنده است تو در زجر میکشه. نه خیلی مهمه چشم. تمام وجود بدن کیه که شفا میده شما؟ خلاصه کنم
ابو جهل خطاب میشه و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. کی که زنده میکنه و میمیرانه. خلاصه بحثی دقیق. کی که میمیرانه و زنده میکنه. کی این کار میکنه؟ و من یدبر الامر. کیه که تدبیر امور عالم دستش؟ مالک و مدبر امور عالم کیه؟ کره زمین اختیارش دست کیه؟ مالک زمین کیه؟ مالک ماه کیه؟ مالک آسمان ها کیه؟ مالک ستارگان کیه؟ معناش اینه ما من یدبر الامر. دقیقاً. کیه که این روز رو شب میکنه، شب و روز میکنه؟ کیه که این میچرخونه دنیا رو؟ کیه این کیه به من بگید. الله متعال میفرماید فسیقولون، پس حتما خواهند گفت. کی؟ ابو جهل و ابو لهب. ای پیامبر من به اینا بگو کیه؟ اینا رو به من جواب بدین. بحث رزق اومد، رزق بحث شفا اومد، بله. بحث مرگ و زندگی اومد، بحث اختیار کل عالم اومد. اینا کیه؟ آیا ابو جهل میگفت هبل؟ آیا میگفت عزا؟ آیا میگفت فلانی؟ منات؟ آیا میگفت ود و سوا و یغوث و یعوق و نصر؟ آیا میگفت آصف و نائله؟ آیا میگفت منات؟ چی گفت؟ الله متعال میفهمد اگر از ابو جهل و ابو لهب بپرسی که مالک آسمان و زمین و گوش و چشم و بینی و رزق و روزی و همه اینا کیه، چی میگه؟ فسیقولون الله. الله. فسیقولون الله. ابو جهل اگر ازش میپرسیدیم میگفت الله این کار میکنه. نمیگفت هبل میکنه، نمیگفت ابراهیم میکنه، نمیگفت اسماعیل میکنه، نمیگفت نوح میکنه، نمیگفت فلان پیغمبر میکنه. هیچ کدوم از اینا رو نمیگفت. این ابو جهل دیگه این که معلومه دیگه این کار الله، این که سوالی نداره. فسیقولون الله. اون حتما میگن الله. در سوره لقمان آیه 25 فرمود ولئن سألتهم، اگر از اونها بپرسی من خلق السماوات والارض، کیه که خالق آسمان و زمینه؟ لا یقولون الله. لام تاکید 3 بار تاکید داره، حتما قطعا یقینا میگن الله. ابو جهل میگفت الله است. ابو لهب هم میگفت مالک آسمان و زمین، خالق آسمان و زمین، مدبر الله، نه هبل و عزا و منات. فقل افلا تتقون. وقتی که اینجوریه که شما اعتراف میکنید پس چرا تقوا پیش نمیکنید؟ پس چرا راه الله تعالی رو پیش نمیگیرید؟ پس چرا شما که معترفید که الله همه کار است بندگان خاص الله متعال نیستید؟ مشکل کجا بود؟ میرسیم در برنامه بعدی به این میرسیم. این موضوع ما نیست فعلا. موضوع بعدی ما اینه که مشکل اینا چی بود؟ من اینو میخوام بگم. اینها رو قبول داشتن الان. خیلی ها هستن خدا رو به عنوان خالق آسمان و زمین قبول داشتن. ابو جهل قبول داشت. الان هم قبول داره. این که من فقط بگم الله خالق آسمان و زمین، این که اگر کسی به این جرأت برسه که بگه خالق آسمان و زمین فلانی و فلانی از اولیا و انبیا و از فرشتگان کسی رو دخیل بکنه، کره زمین اختیارش دست فلانی است و اگر فلانی دنیا رو مدیریت میکنه، اگر مدیریت نکنه کره زمین به هم میریزه و کره ما فرار میکنه و مریخ این طرف میره و اورانوس اون طرف پرت میشه و نمیدونم فلانی باران میاره و فلانی شفا میده و فلانی چشم میبخشه، فلانی گوش میبخشه، فلانی چیکار میکنه، فلانی از آسمان میاد و این کارو میکنه، فلانی از زمین میاد از چاه بلند میشه و اون کارو میکنه. اینا که اصلا اینها اگه ابو جهل اینها رو میدید به پیش الله متعال از اینا پناه میخواست. من بدون تعارف دارم صحبت میکنم. این کلام الله متعال نه کلام من. ابو جهل هم همچین اعتقادی نداشت. ابو جهل میگه که خالق آسمان و زمین، مالک آسمان و زمین، مدبر آسمان و زمین، مالک چشم و گوش و بینی هم الله تعالی است. بلکه باز در ادامه الله متعال باز میفرماید قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده. اون کسانی که شما در ایمان با الله تعالی شریک کردید اونها رو، اونا کسی هست که خلق بکنه و دوباره برگردونه؟ اونها چی نمیگن؟ قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده. الله تعالی نفهمید که اونا چی میگن اصلا، چون جوابی نداشتن. خود الله تعالی فهمید که الله تعالی است که زندگی میده و خلق میکنه و دوباره برمیگرده. بریم سراغ حالا ما رو بحث این سوال جوابش در برنامه بعد. که خب پس مشکل ابو لهب چی بود؟ مشکل ابو جهل چی بود که چرا بهش گفتن مشرک؟ این مشکل خیلی مهمه که این شرح اون آیه شریفه سوره مبارکه یونس است، سوره مبارکه یوسف که الله متعال فرمود و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. بسیاری از مردم، آیه 104، بسیاری از مردم ادعای ایمان به الله تعالی دارن اما مشرکن. ادعای ایمان دارن. و ما یؤمن اکثرهم بالله، اینها ایمان نیاوردن به الله تعالی، یعنی ایمان داشتن اما در کنار ایمان شرک هم دارن. قبول دارن الله هست
قبول دارن خالق مالک آسمان و زمین، رازق مدبر امور عالم، اینو قبول دارن. ابو جهل اینو قبول داره دیگه. ابو جهل قبول داشت یا نداشت؟ الله تعالی میگه قبول داشت. خب مشکلش چی بود؟ اینو باشه در برنامه بعد. من اینو میخوام بگم که الان ما متاسفانه برخی از ماها در ایمان، اینا ما گفتیم در برنامه اول اگر یادتون باشه که ایمانهای ابلیسی داریم، ایمانهای ابو جهلی داریم که اینا الله رو قبول دارن. ابلیس مگه شیطان مگه الله رو قبول نداشت؟ مگه قبول نداشت؟ قسم خورد به نام الله فبعزتک. خب الله یا الله به عزت تو قسم. چرا این همه مورد لعنت قرار گرفت؟ چرا ابو جهلی که قبول داره الله رو به عنوان خالق آسمان و مالک آسمان و مدبر امور آسمان و زمین، مشکلش کجاست؟ اینا اینها یک تلنگریه، اینها یک زنگ خطری بر من و شما. دقیقاً. که نکنه من اینطوری باشم. من باید ببینم که چجوری باشم. اگر من در آفرینش آسمان و زمین، خلقت آسمان و زمین کسی رو به الله تعالی شریک میدونم و میگم کسان دیگه هم هستن، هر کی میخواد باشه، من الان از ابو جهل بدترم اگر این گونه باشم. به این باور داشته ایمان باشم. خود با ایمان ابو جهل و ابو لهب یک ما باید مقایسه ببینیم بکنیم که او بهتر از ما نباشه. اینا مهمه. اینا رو الله متعال برای ما معرفی کرده. در سوره مؤمنون شبیه همین تعبیر رو داریم در آیه 84. باز با تعبیر قل، یا ای پیامبر عزیز من بگو به اینا. قل، سوره مؤمنون درباره ایمان هم هست، نه اصلا اسمش هست مؤمنون. از همون اول که شروع میشه قد افلح المؤمنون، رستگار شدن کسانی که ایمان آوردن. صفات مؤمنین تو این سوره از همون اول شروع میشه و خیلی مهم. این سوره کلا در محور ایمان و مؤمنان میچرخه. درست. یک دسته از مؤمنان اینان دیگه، الان ایمان به الله دارن مرحله اولش رو، اما در مراحل بعدی ایمان به الله میلنگن. به همین خاطر خداوند گفت مشرک، به همین خاطر شدن کافر، به همین خاطر شدن فرعون اومد. ایمان ابو جهلی، ایمان ابلیسی. در آیه 84 سوره مبارکه مؤمنون الله متعال میفرماید قل من الارض و من فیها. بگو از برای کیست هر آن چیزی که در زمین و هر آن چیزی که در زمین، خود زمین و هر آن چیزی که در اونه. لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون. اگه شما واقعا میدونید بگید که کیه مالک زمین و هر آن چیزی که در زمینه. سیقولون لله، میگن الله. این مخاطب این کیه؟ قل، پیامبر بگو. به کی بگه؟ به مشرکین مکه دیگه. دقیقاً. به ابو جهل ابو لهب، مثل آیه 31 که یونس که قبلا خوندیم. میگن الله قل افلا تذکرون، میگه کمی عقلتون به کار نمیندازید؟ شما که اعتراف دارید که الله هست، زمین مال الله تعالی است، کمی عقلتون به کار بندازید. این برای چی بود؟ چرا بعد عقلشون به کار مینداختن؟ مشکل کجا بود؟ اینو گفتیم در برنامه بعد اشاره می‌کنم که دلیل شرک اینها چی بود؟ مشکل اینا چی بود؟ اینا که اعتراف داشتن که خدا اصلا زمین مال الله تعالی است. قل، نه تنها زمین، من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. بپرس از اینا. آسمان های هفتگانه و عرش عظیم الله تعالی مال کیه؟ لمن؟ نه؟ قل رب اینا کیه؟ خالق اینها کیه؟ سیقولون لله، میگن الله تعالی. میگن الله تعالی. الله خودش میفهمد میگن، یعنی اعتقادشونه دیگه، باورشون اینه. الله تعالی الان داره برای ما معرفی میکنه ایمان اینه داره تا ما بسنجیم ایمانمون رو که نکنه ما از این گروه باشیم. ابو جهل میگه زمین مال الله تعالی است و هر چیزی که در زمینه. تمام آسمان های هفتگانه و عرش، حتی اعتقاد به عرش هم داره. بزرگترین مخلوق الله تعالی عرش الله تعالی است که همه هفت آسمان و زمین اینا در برابر عرش هیچ عددی حساب نمیشه. بس دقیقاً. اینو قبول داره که همش مال الله تعالی است، همه مال الله تعالی است. قل افلا تتقون، پس چرا تقوا پیشه نمیکنید؟ مثل همون تعبیری که در سوره یونس داشتیم پایان آیه. بله. فقل افلا تتقون اونجا بود، اینجا قل هست. قل، باز ادامه بده، باز بپرس. من بیدیه ملکوت کل شی، اصلا پادشاهی هر چیزی، ملک همه چیز به دست کیه؟ پادشاه مطلق عالم کیست؟ ملک مطلق از آن کیه؟ و هو یجیرو، همون کسی که پناه میدهد. چی میکند؟ و هو یجیرو، اون کسی که پناه میبرد، پناه میدهد. نه، بحث ولا یجار علیه، و در برابر او کسی پناه داده نمی شود. یعنی اگر الله تعالی پناه نده به کسی دیگه، الله تعالی بخواد کسی رو از بین ببره و عذاب بکنه، کسی دیگری نیست که در برابر الله تعالی بتونه که این شخص رو نجات بده و پناه بده. در برابر الله تعالی هیچ پناهی دیگه وجود نداره، فقط الله تعالی است. لا ملجأ من الله الا
الی. هیچ پناهگاهی در برابر الله تعالی جز خود الله تعالی نیست. و جز امام زمان. این موضوع من قضاوت نمی کنم. قضاوت به خوده که خود بیننده ها عزیزانی قضاوت که نشنون. اینا کلام من نیست. کلام شما نیست. دقیق. من آیه قرآن دارم میخونم. یک کلمه اضافه کم نمیکنم. دارم فقط ترجمه میکنم. آیات 83 به بعد از سوره 84 به بعد از سوره مبارکه مؤمن. زمین مالکیه، 7 آسمان و عرش مالکیه، تمام ملک و پادشاهی عالم به دست کیست؟ ملکوت و کلی شی، همه چیز. یعنی دیگه هیچ استثناء اینجا نگذاشت. از زمین شروع شد رفت بالا به آسمان ها، به عرش، بعد تمام هر آن چیزی که در آسمان و زمین و عالم هست. قل من بیده ملکوت و کل شی، پادشاهی هر چیزی از دست. این سوال خطاب به کیه؟ ابو جهل و ابو لهب و مشرکین مکه. و هو یجیر ولا یجار علیه این کنتم تعلمون. اگر شما واقعا ادعا میکنید که شما بر حقید و محمد نعوذ بالله کافر شده، شما مؤمنای واقعی هستید، محمد رو میگفتن محمد کافر شده دیگه. بله. اگر این گونه است شما بگید این اختیارش دست کیه؟ سیقولون لله. بازم الله تعالی میفهمد اگر ازشون میپرسیدی میگفتن الله. آیا این ایمان هست بالله یا نه؟ از دید من و شما این چیه معناش؟ الان میگن آقا فلانی حالا الله رو قبول داره که هست، میگه الله هست، قیامت هست، خدا هست، خالق آسمان و زمینه، حالا فقط پیغمبر ما رو قبول نداره، مثلا مسیحیه. حالا چه اشکالی داره؟ خدا رو که قبول داره دیگه، به هر حال بهشت میره. بابا این ابوجهل که خیلی بالاتر بود درجهش در بحث ایمان به الله تعالی در ربوبیت، مشکل در این بحث الله تعالی داره میگه اینو قبول داشتن همشون. سیقولون لله قل فأنا تسحرون. بگو پس چرا اینجوری مثل سحر زده ها شدید شما؟ چرا اینجوری از راه بیرون رفتید؟ و اگر با این وجودی که همینا رو اعتراف دارید، مشکل که حل است. مشکل جای دیگه بود. مشکل جای دیگه بود، نه؟ الان خیلی از ما هم اینو اعتراف داریم. خیلی از ما اینو اعتراف داریم. اما چرا ابو جهل الله متعال اون رو به عنوان فرعون اومد بر زبان رسول صلی الله علیه و سلم معرفی کرد؟ نکنه که ما هم از اونا باشیم، نکنه ما هم از اون کسایی باشیم که الله تعالی فرمود و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني